سلام و درود خدمت شما نازنینان. انشالله که خوب و صحتمند باشین و روز و روزگارتان هم به خوبی و خوشی سپری شود. دوستان نهایت گرامی، ما در بغل مسجد عبدالرحمن هستیم. نیامت دور میخوریم، میریم به طرف پل باغ عمومی. از پل باغ عمومی یک دیدن می داشته باشیم. دوستان عزیز، فعلا دیگه روان هستیم به طرف چهارراهی فرهنگ یا سر زیرزمینی. در ادامه ویدیو همراه ما باشین دیگه دوستان عزیز. طرف همین تربوز دیدین، تربوز قاش میکنن، نظر با پیسیتون با زیتول میکنن، اما تو میتون که دمیجه بخورین، یعنی دمیجه هم تازه براتون میته. یه مسجد امیر عبدالرحمن خان دوستان عزیز که در تصویر مشاهده میکنین. اون طرف اگه پیش برین دوستان عزیز، بس یعنی قطارهایی را که نو جور کردیم بسیار دور هستیم. بریدگیش اینجاست دیگه، بسیار دور است، این باید دور بخوریم. اون خاطر بهتر است که سرک کم بریم، اما تو پیش بریم اون طرف سرک دور بزنیم. گرمی زیاد شده میره دوستان عزیز. خب دوستان عزیز،یم زیرزمینی کابل، اونم چهارراهی فرهنگ، سوپرکولان و شش دیگه. خب از اینجا دور میخوریم. دور خوردیم دوستان عزیز. این طرف هم چهارراهی فرهنگ شما در تصویر میبینین. د فرهنگ سلول لاره دیگه. پس این دوستان عزیز از پیاده رو میریم که یک ذره کم هفته و در سر ما نزنه و هم دکانه و مردم میبینیم در سرک و قدر چیز نیست دوستان عزیز. این طرف هم اما کتاب فروشی هست، باز میریم یک شکر از کتاب فروشی ها همچنان دیدن میکنیم. فعلا بیاین که زیر بریم. پیاده رو میبینید دوستان عزیز که چقدر بیروار است. رواش ببینید دوستان عزیز، رواش خوشتان بیایه. متاسفانه دشار دل آدم میشه دوستان عزیز، چون گرمی است و باز نیست همونجا کس بر پوستش کنه بته نمک بزنی و دمیده بخوری که همین گرمی را از بین ببره. این را باید بخری ببری خانه را، خانه نوشجان کنی دیگه. بعض وقتا آدم دلش هوس میکنه که در این بازار باشه، بازار چی بود پولی متاسفانه در بازار پیدا نمیکنی. این طرف هم دکانه موبایل فروشی است دوستان. همچنان عطریات، یک دکان دو بخش کردیم، یکیش عطریات است و یکیش موبایل فروشی. در این طرف دکان عطریات است و طرفش موبایل فروشی. و همچنان طلا فروشی است دوستان عزیز در بخش کابل.
خب دوستان از زیر خامد مزرعه پیاده رو حالا خدا کنه که یک بریدگی پیدا شده که دوباره دور بخوریم. چون فکر میکنم نخواد بریدگی باشه اونجا فکر کنم از بالا آمد دوستان عزیز. حالا همچنان در روزا دوستان عزیز قیمت شده، قیمت زیادی بالا رفته. اینجا دوستان عزیز بریدگی هست. خب دوستان عزیز این منطقه دیگه پل باغ عمومی هست. آن تیمورشاهی همچنان معلوم میشه. منارش ببینید دوستان عزیز. لیسه های شیدرانی همچنان بچه‌شون میخوره. دیربار معتراض آدم ها که زیاد از دوستان روز گلای تازه را هموطنهای ما با فروش آوردن و در رو بخش سرک خب دوستان عزیز یک سوال بوده همیشه در ذهن من، تا از کس هم پرسان نکردیم وقتش. اینجا مسمى است به نام پل باغ عمومی، اما تا جایی که من یادم میاد اینجا نه باغ بوده نه باغ عمومی بوده. خب چرا به اینا مسمى شده؟ یک سوال بود من میخواستم از شما پرسان بکنم. اگر کسی در باره معلومات داره بر ما در کامنت ها بنویسه که ما بفهمیم که دلیل نامگذاری پل باغ عمومی چی بوده و چرا به اینا مسمى شده پل باغ عمومی. اگر اینجا خب باغ ما نمیبینیم. طرف دوستان عزیز هموطنهای ما هر چیز به خاطر فروختن آوردن. دست فروشا هستن دوستان عزیز. در بخش گیلاس میلاس و از این چیزها اگر ضرورت دارین این کس پل عمومی بریم دیگه. این تقریبا دوستان عزیز دو پل است. یک پل این طرف است، یک پل اون طرف، یک پل کوچک اون طرف است که پل کوچک نیست دوستان عزیز، یک مربوط یک پل میشه. خب اینی کسایی که این طرف چادر و چیزا میفروشن لنگی مونگی و چیزا این دو بخش تقسیم کردن. اگر میبینید این در تصویر دوستان عزیز میگم که میریم دوستان عزیز به طرف تیمورشاهی. امروز چقدر فرصت هست، چقدر دیربار نیست. کل کراچی رو دوان هیچ کراچی نیست دوستان. ببینید پل با تیمورشاهی چقدر فرصت شده دیگه. براتون یک ویدیو جداگانه میگیرم ان شاء الله نشر میکنم. به امید هستم از ویدیو خوشتون آمده باشه، ویدیو لذت برده باشین. ویدیو رو لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیو بعدی همتون به الله متعال میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همتان.